این ویدیو میخوایم در مورد نورگیری از رمپ صحبت بکنیم. ما دو تا حالت رمپ داریم. یا رمپمون از سمت حیاتمون، پلاکمون شمالیه، رمپمون از سمت حیات میاد و ما بالا سر رمپمون امکان داره حالا یه فضایی داشته باشیم، مثلا اتاق خواب. از اینجا اگر رمپمون از این سمت بیاد، چون جلوی رمپمون و روی رمپمون خالیه و هیچ سقفی نداریم، شما میتونید از این اتاق خوابتون، از رمپتون نورگیری داشته باشه. حالا یه حالت دیگه ای داریم. این حالت کجا میشه؟ حالت اینه که شما پلاکتون جنوبیه، رمپ دارید و یه فضایی اینجا دارید. اگر این فضا روی طبقاتش سقف داشته باشه، شما نمیتونید نورگیری داشته باشید. اما اگر این رمپ تا بالای پشت بامتون فضاش خالی باشه، این رو ما میتونیم به عنوان یک نورگیر استفاده بکنیم و این رو ما نورگیر تعریف بکنیم براش و شما میتونید از فضاتون از روی رمپتون نورگیری داشته باشه. این دوتا نکته رو حتما رعایت بکنیم. پس به این نتیجه میرسیم که رمپ غیر مسقف ما میتونیم نورگیری داشته باشیم، رمپ مسقف نورگیری نمیتونیم داشته باشیم.